اتفاقات شگفت‌انگیزی تو منطقه داره میفته. بعد از سقوط سوریه و به دنبال اون بشار اسد، ورق جنگ دوباره داره به نفع ایران و جبهه مقاومت برمیگرده. همونطور که تو برنامه‌های قبل تاکید کرده بودیم، قطعا هدف بعدی محور ابری غربی ترکی قطعا عراق خواهد بود. سلام و عرض ادب خدمت دوستان همراهان عزیز، خیلی ممنونیم که تو این برنامه دارید ما رو همراهی میکنید. همونطور که اطلاع دارید، عراق تا حدودی ناامن شده. داعش داره دوباره قدرت میگیره، یه کارایی داره انجام میده. نیروی امنیتی عراق به شدت جلوشونه گرفتن. اطلاعاتی به دست ما رسیده که داعش احتمال حمله کردن به زندانها و آزاد کردن افراد داعشی از زندانها هست. اگر این نقشه ابری ترکی غربی تو لفافه از بین بره توسط نیروهای امنیتی، به نظر شما اونا تموم خواهند کرد؟ قطعا نه. اونا نقشه های دیگه دارن. چه نقشه هایی؟ از بین بردن امنیت عراق به دست خود دولتی های عراق. خبرهایی رسیده که فشارها روی آیت الله سیستانی زیاد شده تا بخواد فتوا بده تا نیروهای کتاب حزب الله و هشت شعبی سلاح خودشون زمین بذارن، یعنی به جوری که عراق به دست خودشون نابود و ناامن کنه. ولی آیت الله سیستانی با درایت و هوشمندی که دارن در مقابل این فشارها ایستادن، رهبران عرب نمیدونم چرا از تجربیات رهبران دیگه که به امریکا اعتماد کردن و نابود شدن، نمیدونم چرا از اونا تجربه نمیگیرن. مثل صدام، مثل قذافی، مثل محمد مرسی، همین اواخر هم مثل بشار اسد. از این آدم ها هم تو کشور خودمون کم نیست متاسفانه. ببینید عزیزان، عراق با سوریه خیلی فرق میکنه. حدود 180 میلیارد دلار پول بلوکه شده داره تو بانک های امریکا. احتمال که نه، قطعا امریکا توسط پولهای عراق فشار میاره به عراق تا نیروهای امنیتی و نیروهای مقاومت تو کشور خودش خلأ کنه، یعنی به نحوی عراق رو برجامیزه کنن و بخوان با قراردادهای اول نیروی امنیتی عراق رو از بین ببرن تا اتفاقاتی که سر سوریه آوردن و اونو به ناامنی و هرج و مرج کشوندن، عراق رو، همین بلا رو سر عراق هم بیارن. و این احتمال خیلی زیاده. بلینکن به شدت داره سر السودانی فشار میاره. ولی بحث اصلی ما امروز عراق نیست. بحث اصلی ما تو جنوب نقشه محور مقاومت، یعنی یمن. بچه‌های یمن این 2-3 روز به شدت کولاک کردن. بعد از حملات گسترده بچه‌های یمن، بچه‌های انصارالله به رژیم صهیونیستی و تهدیدهای رژیم صهیونیستی به حمله، رژیم صهیونیستی به یمن، به زیرساخت‌های یمن حمله کرد. البته فکر نکنم رژیم صهیونیستی حمله کرده باشه. به احتمال زیاد امریکا و انگلیس حمله کردن. به اسم رژیم صهیونیستی تموم شده. بلافاصله متاسفانه برخلاف کشور ما، انصارالله یمن بلافاصله توسط موشک فلسطین 2 که همون موشک خیبرشکن 2 ماست که سر جنگی رو سبکتر کردن تا برد و سرعت بیشتری داشته باشه تا بتونه اهدافی تو فلسطین اشغالی رو هدف قرار بده، توسط اون به رژیم صهیونیستی حمله کرد. حدود 30 نفر تلفات دادن، یعنی مجروح شدن. 1 نفر با شنیدن صدای آژیر و فهمیدن حمله یمنی ها به رژیم صهیونیستی سکته قلبی کرده و به هلاکت رسونده. میخوام اینو بگم که چقدر این صهیونیست ها ترسوان، چقدر به این دنیا وابستن که با بوق یه آژیر سکته قلبی میکنن و از بین میرن. ولی شما این آمار رو هیچ وقت باور نکنید، چون اونا به شدت آمار رو دارن سانسور میکنن. اگر هر عددی گفتن شما ضرب داره 5، ضرب داره 10، ضرب داره 20 بکنید، اون عدد واقعیشه که در میاد. هیچ وقت آمارای اینا رو باور نکنید. یمن دیشب هم
امریکایی‌ها، جنگنده‌های امریکایی انگلیسی به یمن حمله کردن. یمن هم بلافاصله جواب اونا در حین حمله اونا داده، ناوگروهای امریکایی رو هدف قرار داده. یکی از جنگنده‌های F-18 هورنت، سوپر هورنت هم هدف قرار داده و سقوط کرده تو دریای سرخ و به دنبال اون هدف قرار دادن ناوگروه امریکایی اونا از سمت یمن فرار کردن و به سمت شمال دریای سرخ. بچه‌های انصارالله، مردم یمن کلاً از قدیم تا الان آدمای سلحشوری بودن. یه حرفی که زدن به شدت پای حرفشون وای میستن. از زمانی که اعلام حمایت کردن از مردم مظلوم غزه هیچ وقت دست نکشیدن از حمایت خودشون. تو این حمله از 8 موشک کروز استفاده کردن، 17 پهپاد استفاده کردن. تو این حمله ناو امریکایی رو هدف قرار دادن. البته امریکایی‌ها میگن که جنگنده F-18 رو آتش خودی از بین برده، ولی دارن دروغ میگن، چون آرایش جنگی با آرایش دفاعی خیلی فرق میکنه. یعنی میخوای بگی مثلا شما اشتباه گرفتی با یه پهپاد یه مقطع راداری داره، F-18 یه مقطع راداری دیگه. چطور میگم اونا دارن دروغ میگن؟ بار قبل که یمن بیانیه داد و گفت ناو هواپیمابر امریکا رو مورد هدف قرار دادیم، امریکایی‌ها سریع بیانیه دادن که دروغ، ناو ما مورد هدف قرار نگرفته، ولی بعدش خبرهایی رسیده که ناو برای تعمیرات سریع به بندرهای مالزی رفته. امیدوارم که این حملات پیش زمینه‌ای باشه واسه عملیات گسترده وعده صادق 3. چطور میگم؟ زمانی که عملیات وعده صادق 2 میخواست انجام بشه، بچهای حزب الله و بچهای یمن حملات خودشون رو به شدت زیادتر کرده بودن. ولی ما چرا تاکید داریم به عملیات وعده صادق 3؟ عملیات با انجام عملیات وعده صادق 3 با وسعت زیاد احتمال از بین رفتن دسیسه‌های دیگه محور عبری ترکیه غربی وجود داره. چطور؟ زمانی که علیوف با کمک اردوغان میخواستن به ارمنستان حمله کنن، حتی قبل از عملیات طوفان الاقصی میخواستن به سوریه حمله کنن، ولی با عملیات طوفان الاقصی بیشتر اینا ماستا رو کیسه کردن. الان هم اگر عملیات وعده صادق 3 به شدت انجام بشه، مطمئن باشید که اردوغان، علیوف و الجولانی پوشک لازم میشن. من اینو به شما قول میدم، این عملیات باید انجام بشه تا بیشتر اینا ماستا رو کیسه کنن، چون که خبرهایی رسیده که پرواز هواپیماهای باری نظامی رژیم صهیونیستی به باکو زیاد شده. اینا بیشتر دارن سلاح میبرن، چون که به احتمال زیاد احساس کردن که ایران ضعیف شده، میخوان به ارمنستان حمله کنن و اونجا ناامنیایی به وجود بیارن. بیشتر از این توضیح نمیدم، چون برنامه‌های قبل اینو کامل توضیح دادم. برید به برنامه‌های قبل، کلا میگم جریان چیه. اگر این عملیات به شدت انجام بشه، اینا حساب کار دستشون میاد و از بیشتر عملیات و ناامنیات تو منطقه با عملیات وعده صادق 3 مسلما جلوگیری خواهد شد. خیلی ممنونیم که تا الان ما رو همراهی کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید و حتما واسه اطلاعات بیشتر به برنامه‌های قبل ما رجوع کنید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.